دوستان عزیز، هفته قبل که باران شد من آمدم تایمنی کابل، اما ویدیو نگرفتم. به چی دلیل؟ یک حس و حال داشت دوستان عزیز، یک زیبایی بودی تایمنی کابل، یعنی مردم رو خود کابل و قدر زیبا بود. هوای کابل دوستان عزیز بسیار خوبش است، بسیار عالی است. این سرک سوم این طرف هم زاره دوستان عزیز. کوچه سرکای سه با چهار و اینا کوچه هم دارن، سرک دو فکر کنم نداره. اینی دریم بی هست. سلام دوستان عزیز، چطور هستین؟ انشالله که خوب و سلامت باشین و زندگیتان به خوبی و خوشی بگذره، خصوصا در هوای سرد و کسایی که در کابل هستن دیگه در هوای سرد و بارانی، کسایی که در خارج از کشور زندگی میکنن دیگه هر رقم که هوایتان از برفیز، بارانیز، گرم و سرد است، زندگیتان به خوبی و خوشی سرپریش کنه. دوستان عزیز، هفته قبل که باران شد من آمدم تایمنی کابل، اما ویدیو نگرفتم. به چی دلیل؟ یک حس و حال داشت دوستان عزیز، یک زیبایی بودی تایمنی کابل، یعنی مردم رو خود کابل و قدر زیبا با او حالت با او وایب ندیده بودم. این بار خودم لذت میبرم، انشالله باز بار بعدی باز به دوستا هم نشان میدم که اینا بار بعدی فرار رسید و امروز شما رو هم خواستیم که در این لذت دیدن کابل شریک بسازم. دوستان عزیزم، سلو میریم به پیش ببینیم که چی هست و چی نیست. هوا به شدت تاریک است دوستان عزیز، با وجود که ساعت فکر کنم یک و نیم بعد از ظهر است، قدر دیر هم نیست. ابر کامل آسمان پوشانیده، در بعض جای باران است و بعض جاها نیست دوستان. دیگه بازار رو میبینیم که خوب بازاره که همه تو گرم و نرم و زیبا پر از همه چیز در اینجا دیگه وجود داره. دیگه دوستان عزیز ما تو میریم به پیش سلو بازار دوستان عزیز، بازار صحیح هنوز شروع نشد، هنوز به سرک سه نرسیدیم. بازار اصلی بین سرک سه و دو هست، میریم کم کم و میبینیم. مرغا رو بینیم دوستان، مرغای کشته شده. اون زنده هم از حفاظ زنده بردم درخواست نه. این سرک دیگه دوستان عزیز موتر رو بند است، فقط به بازار سرک دو هم بند است، سه هم بند است. خود سرک بند نیست، منظورم از سرک های فرعیش است. سرک های فرعیش بند است، موتر ها نمیاید. هوای کابل دوستان عزیز بسیار خوبش است، بسیار عالی است. نزدیک به بعد دیگه دوستان عزیز اصل بازار شروع میشه. از آن گروپ‌های سرک هم روشن شد و چقدر زیبا شد دیگه این سرک دوستان.
اینمی چراغا دوستان از مقبولی سرک سه چند و چهار چند میسازه سبزیجات و ترکاری تازه را میبینین. این دوستان عزیز سرک سه هست اگر اشتباه نکنم. باران شدت گرفته میره دوستان و تیز شده میره. پیش رو قدر باران نبود، حال دوباره اینه شدت میگیره. دوستان عزیز بازاری طرف بسیار بیربار است و قابل فیلمبرداری نیست دیگه. این طرف سرک، از این طرف سرک ما هیچ وقت از سیمنی نامدیم در حال دیگه. این دوستان عزیز این طرف سرک، این طرف شما ببینیم که باز بیننده نگوین که این طرف سرک برای ما هیچ نشان نمیتیده این طرف چی هست و چی نیست. این سرک سوم این طرف هم داره دوستان عزیز. کوچه سرکای سه با چهار و اینا کوچه هم دارن. سرک دو فکر کنم نداره. اینی دریم بی هست. سرک سوم تیمنی سرک بیش در تصویر میبینیم. به این طرف پیاده رو داره. پیاده رو دوستان عزیز باید باشه بگم بریم. باران هم شدت گرفته میره دوستا. اصل برف گفته بود امروزه خونه بارید، یعنی مردم منتظر برف بودن. طرف کهنه فروشه و نو فروشه دوستان عزیز. این ما هم دیگه سرک دو. مردم یک کلگی به قدم زدن و به دشت گذار گیرو شدن. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال هم سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین در پناه الله متعال. الله حافظ و مددگار همتون.